امروزها در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ آهنگ خرسنده و سرود طنین انداز می باشد. مراسم باشگاهی گسیل جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان در دعوت تیر ماهی سال 2020 به صف ارتش ملی در فضای ایدانه 1 اکتبر سال جاری در میدان نوبنیاد پرچم دولتی در شهر خوروغ دایر گردید. در جمع آمد تنتنوی ساکنان و مهمانان، استادان و دانشجویان، مکتبچگان، جوانان و زنان، صاحب خدران و والدین دعوتشوندگان با شعار و آوازهای ترغیب کننده مقدسات ملی و گرامی داشتن ارزش‌های والای انسانی اشتراک نمودند. محافظت کردن وطن وظیفه مقدس هر یک شهروند است، هر یک فرزند بهار و ناموس بدخشان است. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که فرزندان خود را برای مدافعه وطن عزیزمان، برای تاجیکستان جان و جانمان، برای گلگل شکوفی منبهده وطن عزیزمان فرزندانمان را گسیل میکنیم و خرسند از آن هستیم که در پایه دولتداری و در شأن و شکوه وطنمان یک سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده‌ایم. خدمت در صف ارتش ملی در برابر قرض مقدس شهروندی برای جوان پسران مایه افتخار و شرف بزرگ بوده. قواهای مسلح برای هر یک جوانمرد مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خودآگاهی و میهن پرستی دانسته می شود. از این خاطر هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس باید این قرض مقدس خود را در نزد وطن مادر فراموش نکرده در حفظ مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال آماده باشد. ولایت مختار کوهستان بدخشان دعوت دومین هست که نقشه سفربرکنی جوان پسران ولایت را به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در روز اول آغاز معرکه دعوت با شرفانه اجرا نمودند و آنچه خرسندی بخش است که همه این جوانان خود اختیاری به نقطه جمعشوی به نزد کمیسیای دعوتی حاضر شده خواهش خدمت به ارتش ملی مملکت نمودند. باعث ذکر است که در اجرای نقشه دعوت و بلند برداشتن حس وطن دوستی و میهن پرستی همه قشرهای جامعه بخصوص جامعه شهروندی و کل مردم بدخشان سهمی باسزا گذاشتند. من باوری کامل دارم که جوان پسرانی را که امروز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر نموده ایستاده‌ایم با رفتار، گفتار، پندار و خدمت صادقانه به خلق و وطن برای دیگران نمونه می شوند. سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان هنگام ملاقات با فعالان ولایت سنه 22 آگوست سال 2020 به مراتبه پنجم سری وقت و با صفت اجرا گردیدن نقشه دعوت بهای بلند داده قید نمودند که ساکنان وطندوست ولایت مختار کوهستان بدخشان با این عمل نیک خود دیگر منطقه‌های کشور را به حیرت گذاشتند. در مراسم گسیل جوانان ولایت به صف قواهای مسلح مملکت رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیض و کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان محمودزاده نصرالله رحمتجان شرکت نمودند. از نام ساکنان و والدین دعوتشوندگان رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت اظهار سپاس و مینتداری خود را به پیشوای ملت برای دستگیری و قدردانی جوانان و والدین دعوتشوندگان ارزیابی نمود. کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان این اقدام نجیب جوانان به آر و ناموس ولایت مختار کوهستان بدخشان را که در روز نخستین دعوتشونده که 1 اکتبر دایر می شود نمونه برجسته عالی وطندوستی و افتخار داشتن از تاجیکستان صاحب استقلال و پشتیبانی کردن ساکنان ولایت از سیاست سازنده دولت حکومت مملکت ارزیابی داشت. همزمان به جوانانی که از سخنان سردار دولت راه الهام تازه گرفته برای ادای قرض فرزندی خود در نزد دولت و ملت و حفظ مرز بوم میهن کمر همت بستند اظهار مینتداری کرد. تاجیکستان با پیشوای ملت من خدمتکارده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارov می باشم. مقصد گذاشتم که با خواهش خودم به صف قوای مسلح آمده با سری بلند به خلق و وطن، به مادر، به پدر خدمت کرده باز به سری بلند به خانه برگردم. این قرض هر یک شهروند است. مراتبه ششم جوانان سربلند و وطندوست ولایت مختار کوهستان بدخشان چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در دعوت‌های بهاری و تیر ماهی فرمان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان را در کوتاه‌ترین مهلت سربلندانه و صفتناک اجرا نمودند.
ман бо ихтиёри худ қатъӣ ба хизмати ватан рафта истодам. мехоҳам содиқона, сарбаландона то охири нафас барои тоҷикистонамон хизмат кунам. хизмат кардан барои ҳар як кас шараф аст. дар сатҳи баланд роҳандозӣ кардани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон натиҷаи дилхоҳ дода, фаъолшавии аҳли ҷомеа имкон дод, ки ҷавонони вилоят бо пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат омодагии ҳамаҷонибаи худро бари ҳимояи хоки муқаддаси кишвар изҳор доштанд. خدمت به وطن این یک کوچه مردانگی است. هر یک شخص باید خدمت کند. خدمت روی زندگی خود را می‌یابد. ما جوانان پیرو پیشوای معظم ملت هستیم و دائما برای خدمت مادر وطن آماده ایم. جوانان سری دعوتی اختیاران سنه 1 اکتبر که همچون روز دعوت شونده در سراسر کشور قید کرده می شود، با کمیسیای طبی ولایت مختار کوهستان بدخشان حاضر شدند و نقشه دعوت دوام 1 روز در قلمرو ولایت به پورگی اجرا گردید. روابط ولایت مختار کوهستان بدخشان در مراسم با تنتنه گسیل کردن اسکربچه‌های ولایت قید نمود که در این معرکه مهم احساس گردید که هم جامعه و هم جوانان از خود تشبث بزرگ وطن دوستی و مهمپرستی نشان داده صداقت خود را با سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با خدمت صداقتمندانه بار دیگر ثابت کردند. وعده ختم نمودن دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان و نام ساتیم علوغزاده تصمیم گرفتم که برای ادای خرج فرزندی یعنی خدمت مادر وطن به جا آورم و از تمام جوانان خواهش میکنم که برای ادای خدمت مادر وطن باید همیشه دعوت میکنم که تیار باشند. این صداقت ما جوانان برای پیشوای ملت است. تشبث اختیاران حاضر شدن جوان پسران و در مهلت کوتاه‌تری اجرا گردیدن نقشه دعوت به صف قواهای مسلح بار دیگر ثابت آن را میکند که امروز جوانان ولایت از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبانی کرده. می بعد یگان مانع سنی و عنصرهای بیگانه نمیتواند صد راه جوان پسران با ننگ و آر ولایت گردد و پیش راه عزم و اراده قوی و تشبث‌های سازنده و وطن دوستانه آنها را بگیرد. ما مردم سربلند درواز همیشه ما کوشش می‌نماییم که دولت تاجیکستان صاحب استقلالمان را از همه آلودگی‌ها حفظ نماییم. سهم پیشوای ملت در رشد و انکشاف ولایت مختار کوهستان بدخشان بی‌نظیر میباشد. محض با دستور هدایت‌های سردار دولت در دوران استقلال در ولایت 180 بنای نوی مؤسسه تعلیمی با زیاده از 25000 جای نشست، 11 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 2.1 میلیارد سامانی در ساحه راهسازی عملی گردیده، در دوره آنها بیش از 373 کیلومتر راهها و 40 پل بنیاد شده است. تطبیق باز 4 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 3.2 میلیارد سامانی ادامه داشته، من بعد برای رشد و نموی ولایت و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت خواهد کرد. من ادریسوف مهربان از ناحیه ونج استاد ورزش هستم. امروز در نزد خود مقصد گذاشتم که با صف خواهان مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست شده با وطن مادر خدمت کنم. زیرا ما جوانان بدخشان همیشه پرچم برداری کشور هستیم و با پیشوای ملت افتخار میکنیم. من از سال گذشته فرزند خودم ادریس وادیش رو اختیارا با صف قواهای مسلح سفربر کردم. من امروز چنین دیده ساده فرزند برادرم ادریس مهربان رو با خدمت مادر وطن سفربر کرده ایستادم. ما مردم بدخشان همه وقت از دستگیری و پیشروی هایی که سرور دولت برای ملت تاجیک رشد و نمای بدخشان کرده ایستاده است منت داریم. ما در زمان صاحب استقلالی در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق شرایط بودباش افسران و عسکران و تامینات پایگاه مادی و تکنیکی آنها به مراتب بهتر و خوبتر گردیده. در این سمت یگان مشکلات و مانع موجود نیست. من خیلی خرسندم که امروز در قطار همه مادران بدخشان پسر دومی خود را برای ادا نمودن خدمت حربی در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر نمودم و هر یک جوانمرد باید همین مکتب مردانگی رو جسورانه و دلیرانه گذارد. ما مادران بدخشان می‌خواهیم که پسران ما همچون پیشوای ملت و وطن خود صادق بوده آن را دوست داشته وفادار باشند. اولین شده جوانان با آر و ناموس ناحیه‌های شغنان
مرغاب، اشکوشی، درواز، روشقلا، روشون و مرکز ماموری ولایت شهر خوروغ اینچنین ناحیه ونج با درک مسئولیت وطندوستی و میهنپرستی تشبث نشان داده در یک روز برای حمایت خاک مقدس وطن دستجمعانه سفربر گردیدند. مورد قید است که 99% دعوت شوندگان خود اختیاری به کمیسریات‌های حربی شهر و ناحیه‌های ولایت حاضر گردیدند. 66% عسکر بچه‌ها دارای معلومات عالی میباشند. همزمان 23% جوان پسران را فرزندان خدمتچیان دولتی و باقی مانده از عائله‌های اهل زیای ولایت مختار کوهستان بدخشان تشکیل می‌دهد. مادران بدخشان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان واقعا با وقار و مهندوست را تربیت کردند که آنها برای اجرای عهده‌داری‌های حتمی حربی آماده می‌باشند. از آن افتخار دارم که فرزندان ما قرض مادر وطن را اجرا می‌کنند، بصیرت خود را نمایان می‌کنند. در این کار پر افتخار برای آنها سلامتی، سربلندی و مردانگی و شجاعت را آرزو دارم. سعدی بزرگوار گفته است کسی که وطن خود را دوست می‌دارد باید سرباز باشد. ما فرزندان خود را به پیشوای ملت می‌سپاریم تا که وطن و مرز ما را حمایت کنند. خدمت جوانمردانه فرزندان ما است که امروز مادران و خواهران و مردم شریف تاجیکستان عزیز زیر لوای صلح و دوستی زندگی آسوده را پیش میبرند. والدان افتخارمند از آن هستند که فرزندان آنها در قطار فرزندان شجاع دیگر منطقه‌های کشور خاک مقدس کشور را از خطرهای احتمالی همه طرفه محافظت می‌نمایند، زیرا تامین امنیت کشور زمینه اساسی حیات آسایشته مردم و رشد باثبات کشور به حساب می‌رود. حمایت نعمت‌های مقدس چون آزادی و استقلالیت و منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه هر فرد با ننگ و ناموس وطندوست و وطن پرور و خودشناس و خودآگاه بوده. امید و باوری هست که من بعد نیز جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان خدمت در صف قواهای مسلح کشور را چون نشانه عالی شرفمندی و مکتب متانت و مردانگی و دلیری و باهمتی به جا می‌آورند. آموزگار دانشگاه دولتی شهر خوروغ. امروز خودخواهشی من به خدمت حربی می‌روم و از همه جوانان خواهش می‌نمایم که چون این قرض یک شهروند است، قرض شهروندی خود را در نزد وطن صاحب استقلالمان ادا نمایند و من از هر یک جوان خواهش می‌نمایم که باید به صف قوه‌های مسلح رفته خدمت خود را به جا آورند. ما جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید اما یک دل و یک جان شده برای خدمت وطن عزیزمان باید اما وقت آماده باشیم. با 127 نفر جوانان که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ولایت همچون رانندگان کسبی ختم نمودند، در وضعیت تنتنوی شهادتنامه رانندگی سپاریده شد. جمع‌آمد تنتنوی گسیل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان با مراسم ویژه مردم کوهستان صورت گرفت که به چاره‌بینی شهامت خاصه زم کرد. برای رشد و خاطرمان گذراندن معرکه مهم سیاسی برنامه رنگین اهل صنعت و فرهنگ با سرود و ترانه‌های وطندوستانه پیشکش گردید که با دعوت تیره‌ماهی جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف ارتش ملی تراوت خاصه زم کرد.